کم پول فرستادن مهاجران کاری باعث کند شدن سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان شده است. به چنین نتیجه اقتصاددان‌های بانک اوراسیایی رشد در پی یک پژوهش رسیدند. همکارم عبدالله اشورов شورای اقتصادی رادیو آزادی با محتوای این پژوهش آشنا شد و قبل از آغاز برنامه با چند سوال به او را آوردم تا فشرده نتیجه های تحقیقات را بیان کند. سلام. بله، دقیقاً همین خیلی است شهلا. بنابر گفته پژوهشگران بانک اوراسیایی رشد که تاجیکستان هم عضو آن است، پولهای انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارج به 30% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان برابر است. این پژوهش چند روز قبل در سامانه رسمی این بانک نشر شد. به عباره دیگر، مهاجران کاری تاجیک هر سال به وطن پول میفرستند که برابر به 30% مال و محصولاتی که در داخل تاجیکستان استحصال می شود برابر است. همکنون با کم شدن حجم پولهای انتقالی مهاجران، سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان هم سست شده است، چون پولهای مهاجران به اصطلاح درایور و یا نیروی پیشبرنده اقتصادی کشور هستند. با اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودا، در نیم سال 2020 سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان 3.5% شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 4% کمتر است. در همین دوره سال گذشته اقتصاد تاجیکستان 7.5% رشد کرده بود. برای واضح شدن مسئله عبدالله، پول مهاجران چقدر کم شده است که رشد اقتصاد را به کندی روبرو کرد؟ اخیراً آماری که از حجم پولهای انتقالی مهاجران کاری داریم از ماه ایول امسال است. بانک ملی تاجیکستان ماه ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه اعلان کرد که مهاجران کاری از خارجه در نیم سال جاری 999 میلیون یعنی نزدیک به 1 میلیارد دلار پول فرستادند. این پول نظر به سال گذشته 174 میلیون دلار و یا حدود 15% کمتر بوده است. باید گفت که پول از مهاجران کاری از همه کشورها به تاجیکستان وارد شده است، نه تنها از روسیه، هرچند اکثریت مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و یک قسمی در قزاقستان کار میکنند. شمار مهاجران در روسیه با گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر است. مقامات تاجیکستان آمار دیگری را بیان میکنند که گویا شمار مهاجران در این کشور حدودی 500,000 نفر است. مهاجران کاری تاجیک که تاکنون از نانآوران خانواده‌ها در تاجیکستان بودند، بنابر پاندمی کرونا ویروس و رکود اقتصاد در روسیه قسم از کار و درآمد محروم ماندند. برعکس اکنون برخی ها به دستنگری عائله هایشان در تاجیکستان تبدیل یافتند. این است که برخی از مهاجران برای بازگشت به وطن و خرید چیپته در پروازهای چارتری از خانه هایشان در تاجیکستان پول میپرسند. تشکر عبدالله. من یک امور دیگر را نیز از قبل وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان اینجا یادآوری میکنم بینندگان عزیز که طبق آن مهاجرت مهنتی از تاجیکستان در 6 ماه سال جاری 57% کم شده است و مقامات تاجیک آن را به پاندمی کرونا ویروس نو و بسته بودن مرزها ربط میدهند. دوستان عزیز، در ادامه برنامه گزارش‌های دیگر نیز منتظر شماست. یکی از آنها تلاش ساکنان دهات شیرخانی حصار برای حشر بنیاد پل از بالای رودخانه کافرنیهان می باشد. اما پیش از آن یک آگهی.